سلام دوستان، خوش اومدید به چنل من. هارمین هستم و برف داره میاد. عالی، هوا گرم شده. این ویدیویی که دارم میگیرم بعد تقریبا 3 هفته بعد از اینکه اومدم. یه ویدیو قبلش گرفتم، یعنی هفته پیش، که به اشتباه پاک شد و دوباره دارم ضبط میکنم. این هم خوبه هم بده. خوبیش اینه که خب من کلاسامو رفتم و راجع به کل کلاسام میتونم صحبت کنم باهاتون، و بعدیش اینه که ممکنه یه سری چیزای ریزی یادم بره که چیزی یادم رفت به صورت شورت براتون تو یوتیوب میذارم. عجب هواییه، خیلی برف که میاد اینجا. این چند روز اصلا برف نیومده و الان فکر کنم 2-3 روزه که داره برف میاد. درست من از زمانی که پامو گذاشتم بارون شدید گرفت، بارون افتضاح، بعد بادای سرد منفی 12 درجه. دیروز پیروزم منفی 12 تا 14 درجه بود. الان برف اومده فکر کنم شده منفی 8 درجه و واقعا هوا خوبه. یعنی تو اون ویدیوی قبلی حیف که پاک شدم. من هر چند دقیقه داخل ویدیو میگفتم که دستم از سرما داره قطع میشه و بعد ویدیو رو من یه ذرم لیز زمین، بعد ویدیو رو هی قطع کنم، دستامو گرم کنم، بعد دوباره ویدیو بگیرم. که خدا رو شکر خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا باد نمیاد، اصلا عالی، هوا پرفکت. تقریبا دیشب برف شروع شد ولی سری میان پارو میکنن. من نمیدونم اینا کی وقت میکنن بیان خیابونا رو اینا رو پارو کنن. البته حس میکنم که این زمینش هم یه جوریه که برف سری روش آب میشه پیاده راش، ولی عجیبه واقعا انقدر سری چیز میکنن. خیلی برف شدیدی اومد دیشب، الان شدیدتر شده، الان یه ذره بهتر شد. چند دقیقه پیش خیلی شدید بود ولی خب سری خیابونا رو پارو زدم و خیلی خوبه. از خوب بودن هوا بگم که برف میاد واقعا. خب من چند روز پیش این اسکارف رو میبینین، این بالا نبود صورتم کامل یخ میزد، یعنی کامل قرمز میشد و میسوزونه اینجا، انقدر سرده. و الان خیلی اوکی. بعد کلاه همیشه میذاشتم، کلاه گذاشتم تو کیف، حد زدم که هوا نسبتا گرم شده باشه. خیلی هوا خوبه. الان آدم اسکو اتوبوس میخوام برم سمت دانشگاه. راجع به حمل و نقلش که بخوام بگم، تقریبا سر موقع میان اتوبوساش. البته این TTC، اتوبوسای TTC چند تا شرکت مختلفه. TTC یه ذره دیلی داره، همیشه 7 دقیقه 5 دقیقه، بعضی موقع 80% موقع دیلی داره، با دیلی میاد. ولی خب خوبه، اتوبوسای خوبیه، شارژر داره داخل، زیر تمام صندلیاش تقریبا جای USB داره که شما گوشیتون رو تو شارژ بزنید و سرعتشون هم خوبه. یعنی حالا الان که برفه نمیدونم ولی تقریبا فکر کنم 40-50 تا سرعت اجازه مجازن که برن و خیلی راحت میرسیم. تنها بعدیش اینه که فقط یک سری از جاهاش اینجا حمل و نقل عمومی داره. مثلا سمت ریچموند هیل اینا اصلا هیچ مترو یا اتوبوس خاصی نداره. آنچه نمیدونم دقیقا چقدر داره، تا جایی که من اطلاعات به دست آوردم خیلی نداره و نیازمند ماشین حتما. ولی خب مثلا سمت GTA دیگه بیشتر. ولی الان اینجا مثلا نورتیورک جایی که من هستم واقعا از نظر حمل و نقلی عالیه. یعنی مترو نزدیکمه، 10 دقیقه تا مترو فاصله دارم، 10 دقیقه یا یه رو پیاده روی تا مترو هم. الان 5 دقیقه تا ایستگاه اتوبوسه که الان اومدم، واقعا خوب.
دانشگاه ویدیویی که میذارم از دانشگاه که ویدیو خب نمیتونم داخل دانشگاه بگیرم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینجا سری قوانین دارن که شما نمیتونید ویدیو از کسایی بگیرید که خب اجازهشون نگرفت، یعنی از هر کسی که تو ویدیو بیفته باید اجازه بگیرم اینجوری. و من 9 صبح رسیدم و کسی نبود. کلاس هم یه ساعت دیگه شروع میشه. یه ساعت زودتر رسیدم که ویدیو اینا رو بگیرم و یه سری کار دانشگاهی داشتم به اونا برسم برای کار و کارهای مالی و اینا. کارم تموم شد، ویدیو رو دارم میگیرم و صحبت کنم راجع به دانشگاه. خب من تقریبا بعد سال 9 تقریبا 2-3 روز بعد سال 9 دوشنبهش دانشگاه شروع شد. تمام کسایی که ترم اول بودن جمع شدن. It's okay guys. تمام کسایی که ترم اولشون بود جمع شدن اینجا و قرار شد که اینا بیان آشنا بشن با دانشگاه، ما رو آشنا کنن. یعنی بعد وقتی که اومدیم خب همه ترم اول بودن، همه کشور بودن جز ایران. تنها ایرانی من بودم. از ترم اول دانشگاه ما ایرانی خیلی کمه، خیلی عجیبه. شاید فقط منم و یه نفر دیگه رو پیدا کردم، کنم 2 نفر دیگه هم هستن تو دانشگاه. من شنیدم داشتم فارسی صحبت میکردم. اینجا یه ذره دیگه چیز سخت میشه، ببینید هندی و چینی و کره‌ای و انگلیسی و زبان مختلف که صحبت میکنن دیگه این فارسی توش گم میشه، خیلی سخت میشه تشخیص دادنش اگه فاصله باشه. و دانشگاه ولی دانشگاهیه که کلا ایرانی توش خیلی کم و تنها دانشگاهیه که چند تا شعبه داره. یعنی مثلا اینجا دانشگاه مثلا یورک یه شعبه است، تورنتو کالج یه شعبه است. دانشگاه هر کدوم یه شعبه است، ولی دانشگاه من چند تا شعبه داره. یه دونه اینجا داره، یه دونه داونتاون داره، یه دونه تو ونکوور داره و ولی دانشگاه کوچیکه نسبت به دانشگاهی دیگه مثل یورک و دانشگاه دیگه. حالا ویدیوشو میذارم، کافتریاش یا مثلا جایی که داره خب خیلی کوچیک‌تره، خیلی جمع جورتره و خیلی خوبه این موضوع. چرا؟ چون مثلا تو کلاس ما کلا بترکونیم 20 نفریم، بترکونیم خیلی زیاد باشیم 20 نفریم. یک کلاس بودم کلا یکی از کلاسامون کلا فکر کنم 7-8 نفریم، یکی کلاس 14 نفریم. کلاس ها همه تعداد کمه و استاد قشنگ و راحت رو همه نظارت داره و این خیلی خوبه. خود دانشگاه اینطوری بود که اولش اومدیم و مدارک رو دادیم، مدارک رو که بهشون دادیم شروع کردن که مدارک از ما گرفتن و تگ دادن بهمون و رفتیم هم گروه همون کردن، میرفتیم میشستیم، یه نفر اونجا نشسته بود آیس بریکینگ میکرد، مثلا یخامون آب شه با هم دوست پیدا کنیم. خلاصه بخوام بگم خب با ایران که خیلی تفاوت داره. ایران که اصلا دانشگاهش همچین داستانه خیلی نداره، مگر دانشگاهی خیلی تاپ فکر کنم همچین چیزایی دارن. بعد آوردن ما رو نشوندن و گفتن که هیچ استرسی نداشته باشید و برعکس خیلی از دانشگاه خیلی جای دیگه اینجا میگفتن تو جان هر کی دوست داری دوست پیدا کن و خیلی جالب بود. یعنی کلا هر چیزی که تو ایران میگفتن اینجا برعکس میگفتن تا میتونید دوست پیدا کنید، راهی که شما دارین میرین و با دوست میتونید خیلی هموار کنید، مخصوصا برای ما که یک سری نیوکامریم، یعنی جدید وارد این کشور شدیم. میتونیم به سری دوست بشیم که چند ماه اینجا، 1 سال اینجا و تازه درس شروع کردن و خب این دوستی ها باعث میشه که خیلی اتفاقای خوبی بیفته و راهی که به قول گفتن ما میگیم راه آسمون جاده خاکی رو آسفالت کنن و بمانه و جاد این مسئول اینجاست که چیز مسئول استودنت هاست، کمک میکنه برای استودنت. خیلی اینجا همه چیزه، همه کمک میکنن به همه و اینطوری بود که ببینید هر مشکلی بود اینجا ما هستیم. یعنی یه چیزایی میگم اصلا میمونید یه سری کسایی دارن این چارج، یک کسی اینجا کار میکنن که مثلا مسئولیت اینو دارن برای اونایی که بچه دارن یا از یکی باید مراقبت کنن، میان باشون صحبت میکنن، میگن مثلا ما این آدمو داریم اینجا مثلا
مثلا بچه‌مه فلان اینا میان بهشون مثلا یه سری شرکت‌ها یه سری جاها رو معرفی میکنن با دیسکانت دانشگاه. همچین آدمایی هستن میتونن کمکتون کنن. اگه عزیزی رو دارید بعد ازش مراقبت کنید، اونا میرن جای شما مراقبت میکنن اون تایمو. یه سری جا دارید تو دانشگاه هستن که میگن آقا بیاین مثلا بچه‌هاتون اگه بچه کوچیک دارید یه ساعت 2 ساعت دانشگاه دیگه، 2 ساعت هر کلاسامو 2 ساعت 3 ساعته، مثلا تو 2 ساعت میتونید بیاید پیش ما باشه، ما ازشون نگهداری میکنیم، باهاشون چیز میکنیم و خب مثلا تو 3 ساعتی که کلاس هستیم دیگه خیالتون راحت و خیلی خیلی چیز میکنن. یا مثلا من موندم یعنی دلم خواستش که بگم که آقا من چون ما رو کاغذ مسلمونیم ولی خب اینطوری بودن که مثلا برای ما که چیز بودیم مسلمون خورده اینطوری بودن که ببینیم مثلا ماه رمضان دارین شما اصلا نگران نباشین چون این ترم ماه رمضان احتمال زیاد بیفته با امتحانای ما. و اینطوری بودن که ببین اگه تو ماه رمضان هر مشکلی براتون پیش اومد، هر مشکلی که داشتین حالتون بچه‌ها چون صبحونه میخورید بعد صبح یه سری مثلا میخورید کاملا هم همیشه میدونید سری میخورید و میایین اینجا ممکنه مثلا امتحانتون ساعت 1 باشه 2 باشه ساعت 3 باشه و خسته باشین گشنه باشین حالتون بد باشه. اصلا مشکلی نیست، فقط به ما بگید روز امتحانتون تغییر میدیم، به همین راحتی. یا امتحاناتتون و امتحانایی که شما قرار ظهر بدین و ما با استاد هماهنگ میکنیم شما بیاین صبح بدین امتحانا، بعد سحری مثلا 2 ساعت بعد اینکه غذا خوردین فرش میان امتحان بدین. مثلا سحری مثلا 4 مثلا اینجا اذان باشه سحری بخوای 5 باشه ما امتحاناتون رو ساعت 7 تا 8 میذاریم که خیلی راحت بیان امتحان بدین. و اصلا مگه میشه اینجا استاد ببخشید یا یه کسی آدم فوت میکنه یه کار فوری برای آدم پیش میاد اینا اینطوری هن که به ما چه استادا به ما چه بعد میومدیم ما هم مشکل داریم. یا حتی سرمونی ها ایونت ها مهمونی ها یا مثلا یه سری چیزای خاصی که فرهنگی چون اینجا تقریبا همه اینترنشنال هم دیگه دانشجوی بین‌المللی هستن از کشور مختلف اومدن. آقا میگن اگه شما مثلا یه مهمونی بود مثلا یه تکلیفی داشتین بعد انجام میدادین اون تکلیف مثلا انجام دادنش خورده به روزی که شما اون ایونت رو دارید یا مثلا یه روزی مثلا برای اونایی که کلیسا میرن یه سری مثلا مذهبا تو یک ساعت‌های یه روزه مشخصی برن کلیسا بعد مثلا اونا اگه با درسشون یکی باشه عوض میکنن اگه با امتحانشون یکی باشه تایم تا امتحان عوض میکنن براشون تو اون روز و اصلا خیلی اوکی یعنی قشنگ هر کاری میکنن که شما خیالت راحت از همه چی بشه و این خیلی خفنه یعنی خیلی خفنه نسبت خود دانشگاه ایران. دانشگاه هیچی مدرسه ما میرفتیم معلمه چیز نبود استادا اینطوری که تو مدرسه بیشتر از 3-4 با سوال بپرسی بار بعدی میگن حواست کجاست با کجات داری همینی که حواست به ما نیست. میدونی این خیلی موقع شنیدم از خیلی از معلم‌ها داخل ایران ولی اینجا دانشجو دیدم انگلیسی بلد چون اینجا باید یه امتحانی بدید نمره بالای 6 تا 6.5 میخواد آیلتس اینجا یعنی انگلیسی همه اوکیه ولی مثلا یارو نمیتونه صحبت کنه متوجه نمیشه فقط میتونسته امتحان بده اومد و هیچ مشکل نداره. یه سری خب مثلا چه زندگی کردن و انگلیسی حالا مثلا دست به شکسته بلدن اومدن و ثبت نام کردن امتحانم ندادن برای اونا قشنگ هر جور شده توضیح میدن تا جا بیفته براشون. همه تکالیف‌ها تقریبا داخل کلاس انجام میشه. ترم اول اونه که ترم اول خیلی جالبه ترم اولمون هیچ کدوم چیز نیستش امتحان نداریم ما ترم اول. البته دانشگاه ما اینطوریه دانشگاه دیگه اینطوری نیست. مثلا یورک من دوستام اونجا درس میخونن گفتن که نه ما ترم اول چیز خوردیم اون بعد خدا استرایک هم خوردن معلم‌ها استادا اعتراض زدن حقوقشون رو نده بودن اصلا افتضاح شد بعد هیچی درس نده بودن بعد یه آخرتر اومدن گفتن اینا امتحان باید بگیر. ولی اینجا دانشگاه من تعریف نباشه بذارم دفتر چشم نکنم چیز اینطوریه که ترم اول که اصلا امتحان نداریم کلا کار در کلاسه و اسایمنت چیزایی که میدن اسایمنت هایی که میدن حالا مقاله باید بنویسید تکالیفی که میگن اونا رو باید بنویسید با همونو بهت نمره میدن و تمام میشه امتحانی نداریم و این خوب خیلی خوبه تست نداریم کویز نداریم دیگه خیلی خیلی
پشتیبانی میکنن. خیلی چیز زیادی تو ذهنمه، ولی الان یادم مثلا ایونت های خیلی زیادی دارن برای دانشجو، خیلی سعی میکنن دانشجو با هم سریعتر دوست بشن. ایونت مثلا گذاشتن 17 ژانویه پیتزا خورید، دور هم جمع بشید، دانشگاه پیتزا میگیره، فقط ترمای اول اونا که ترم اولی هم میان دانشگاه پیتزا میذارن، مثلا همه دانشجو دور هم بشینن که دوست پیدا کنن فقط. یا تریفتینگ دی داشتن. تریفتینگ دی چیه؟ یه روزیه که شما میایین کلی کنسرو و اینا دانشگاه خودش سفارش میده، بعد شما میتونید بیایید از اون کنسرو به صورت فری هر چقدر دلت بخواد هر کنسرتی رو میخوای برداشت. کنسرو مثلا تونمایی برداشتم، لوبیا گرم برداشتم، مواد ماکارونی برداشتم، قشنگ به اندازه یه هفته دو هفته هم غذام اوکی شد. نمیدونم کمپوت آناناس برداشتم، خیلی راحت کلی هست هر چقدر دلت بخواد میتونی برداری. فقط برای ترمای اوله بازم یعنی اونایی که ترم اول اومدن خیلی پشتیبانی میکنن که اینا بخونن و هیچ مشکل باشون پیش نیاد. از ترمای بعد هم همه اینجا تقریبا یعنی همه راضی هستن، اینطوریه که بازم پشتیبانی هست. یه دونه چیز قشنگ دیگه که اینجا بود پادکست رو شد، اینه که شما اینجا این که شما دیدی مثلا ممکنه خواب بمونی نتونی بیای. روز اولی که اومدیم ما رو همه رو گروه بردن داخل یک کلاس، گروه‌های مثلا 10 نفره اینا. بعد یکی از مال مسئول اینجا بود اومد صحبت کرد و یه سری شروع کرد به ما مثلا پاورپوینت ما نشون دادن که آره تو این موقعیت‌ها شما چیکار می‌کنید. بعدش توضیح میداد مثلا اگه خواب بمونی و نتونی بیای، مثلا بدونی 1 ساعت دیر میرسی به کلاس چیکار باید بکنی. و همه مثلا میگفتن خب نمیدونم خودمون رو میرسونیم یه کاری میکنیم. تقریبا هیچکی نمیدونست و مثلا میگفت به نظرتون ریاکشن استادا اینا چیه و هیچکی نمیدونست و مثلا توضیح میدادن که ببین آقا اگه تو دیر کردی انسانی. این جملهش یعنی واقعا جمله‌ای گفت تمام وجودمو گرفت، چیزی که اصلا تو ایران ما نداریم متاسفانه. اینکه شما انسانید، freaking human. شما به عنوان یه انسان نمیتونی همیشه پرفکت باشی، نمیتونی همیشه عالی باشی و ممکنه خواب بمونی، ممکنه یه روز اصلا حالت خوب نباشه و تنها کاری که باید بکنی که فقط یه ایمیل بدی به استاد بگی آقا من نمیتونم بیام، حالم بده یا خواب موندم استادم میگه اوکی، ولی باید ایمیل بدی. وقتی ایمیل بدی نه نمره ازت کم میکنن نه حرفی بهت بزنن، هیچ مشکلی نداره و کاملا اوکی. حتی برای تکالیف گفتن که مثلا تکالیف وقت مثلا 3 روز وقت داری، 5 روز وقت داری، اگه حتی وقت نکردی و شب آخر بود گفتن به هیچ عنوان تقلب نکنید، چت جی پی تی استفاده نکنید، از دوستاتون کپی پست نکنید که نمره کم بشه. به جاش میتونید زنگ بزنید، زنگ که ایمیل باید بکنید، ایمیل میکنید به استاد میگه آقا من نتونستم به هر دلیل، استاد میگه اوکی 3 روز بهت وقت میدم، 3 روز بیشتر بهت وقت میدم، بعد اون 3 روز هم بگذره هی 5 تا پوینت ازت کم میشه. همین. اصلا مگه میشه؟ یا اگه مریض باشی خیلی راحت فقط لازمه که ایمیل بزنی به دانشگاه، گفتن مریض شدی، انسانی آدم مریض میشه، نیاد استادا تمام درسایی که دادن امتحاناتی که گرفتن میفرستن یه برایت اسپیس داریم، یه فضای مثل آموزشیار، ولی خب خیلی خفن‌تر و خیلی بهتر، 10 برابر بهتر از آموزشیار. شما میتونید برید داخلش خیلی راحت، اونجا میری همه درس‌ها رو نوشته، چیا درس دادن، تکالیف چی بوده، جزوه هایی که استاد درس داده، میتونی خودت بری اونجا سلف استادی کنی و تکالیف رو انجام بدی. و حتی اگه تکالیفتو درست انجام ندی استاد کاملا اوکیه، هیچ مشکلی نداره، میاد توضیح میده بهت، دوباره بهت وقت میده که اون تکالیفی که نوشتی، اون مقاله که نوشتی دوباره درستش کنی و دوباره بفرستیش که نمره بهتری بهت بده. و دیگه واقعا چی میخواد؟ واقعا آدم لذت میبره. یعنی اولین باره که من از درس خوندن دارم لذت میبرم، تو جام که او شت مگه میشه اینقدر خوب باشه همه چی. و واقعا لذت بخشه درس خوندن، واقعا خوبه. اینکه استادا دارن همش حرف میزنن، بعد این
اینطوری که اینطوری که استاد نباید اصلا حرف بزنه خیلی. یعنی استادا میگن آقا تو اگه از ما نمره میخوای تو باید به اندازه ما حرف بزنی تو کلاس، به اندازه ما باید تو چیزشه باشی. بعد اینجا کارهای تکی نداریم، همه کارا گروهیه. بعد داخل استاد مثلا به عنوان امتحان چجوریه؟ اینطوریه که داخل هی کلاس درسی که میده، بعد اینکه درس میده مثلا 2 ساعت درس میده، 1 ساعتشو امتحان میگیره، بهمون پروژه میده، بعد داخل کلاس حل کنیم گروهی. ما بس صحبت کنیم، بعد نظرمون رو بگیم. و خب این خیلی چیز خفنیه. حالا اینم چوسی نباشه، روز اول این که میگن اجتماعی باشین خوبه اینجا. چرا؟ چون روز اولی که اومدم اینجا همین دانشگاه نراشون توضیح میدادن، خیلی من حرف زدم. آنجا که گفتم کلا دوست دارم صحبت با انگلیسی زبان ها رو، خیلی صحبت کردم و انقدر صحبت کردم به جایزه دادن. و جایزه هم یه دونه چیز بود، یه دونه از این ماقای یوفی بهم دادن به عنوان جایزه. و اینجا کلا تشویقت میکنم برای هر کاری، با کوچکترین چیزا تشویقت میکنم که فقط تو ادامه بدی. ویدیوام خیلی زیاد شد، فکر کنم نزدیک 20 دقیقه رکورد کردم. کل ویدیوام 25 دقیقه شه، نمیخوام ویدیوام خیلی زیاد شه. اینجا هم دادم درس میدم، خیلی بلند نمیتونم صحبت کنم. تلاش میکنم که ویدیو رو تایمش کم کنم و تعداد شورت ها رو ببرم بالا و نکته‌ای هست به عنوان ویدیو شورت داخل یوتیوب آپلود کنم براتون. دوستان لایک و سابسکرایب یادتون نره لطفاً. باز اطلاعات جدید میذارم براتون. حتما ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت بذارین لطفاً و حمایت کنین. درودی دیگر. بدرود.